سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن زمان گذشته فعلی خط را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. فعل خط در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه در درس های گذشته گفتیم، فعل خط مصدر فعل ما به معنای رفتن می باشد و رفتن ما رفتن با نقلیات می باشد. رفتن پیاده در یک خط داخل نمی شود و تا کنون در درس های گذشته ما زمان حاضره و آینده آن را آموختیم. در زمان حاضره یه دو من می روم با نقلیات و در زمان آینده بودو یه خط من خواهم رفت و اکنون در درس امروز چگونه تغییر یافتن آن را در زمان گذشته خواهیم آموخت. در جانشین اول یه خل یا اینکه یه خلا من رفته ام یا اینکه من رفته بودم. اگر مرد باشد یه خل، اگر زن باشد یه خلا. من رفته ام یا اینکه من رفته بودم با نقلیات در زمان گذشته. تی یه خل، تی یه خلا، تو رفته ای. اگر مرد باشد تی یه خل، اگر زن باشد تی یه خلا با نقلیات. آن یه خل، آن پسر رفته است. انا یه خلا، آن دختر رفته است. انا یه خلا، آن رفته است. می یه خلی، ما رفته ایم. وی یه خلی، شما رفته اید. انی یه خلی، آنها رفته اند. فعل یه خط در مثال ها. یه خل نماشینه، من رفته ام با ماشین. تی یه خل نماشینه، تو رفته ای با ماشین. آن یه خل نماشینه، آن پسر رفته است با ماشین. انا یه خل نماشینه، آن دختر رفته است با ماشین. انا یه خل نماشینه، آن رفته است با ماشین. می یه خلی نماشینه، ما رفته ایم با ماشین. وی یه خلی نماشینه، شما رفته اید با ماشین. انی یه خلی نماشینه، آنها رفته اند با ماشین. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.